بسم الله الرحمن الرحیم. آیا میدونین اگه بخوایم دو سوره رو به همدیگه وصل بکنیم به چند حالت میشه خوند؟ با ما همراه باشین. هرگاه بخوایم دو سوره رو به همدیگه وصل بکنیم مجموعاً به 4 حالت میشه خوند که یکی از اون حالات نادرسته. به عنوان مثال وصل سوره فلق به سوره ناس. حالت اول قطع بسم الله الرحمن الرحیم از پایان سوره قبل و قطعش از ابتدای سوره. به عنوان مثال ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. حالت دوم قطع بسمله از پایان سوره قبل و وصلش به ابتدای سوره. به عنوان مثال ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. حالت سوم وصل بسمله به پایان سوره قبل و وصلش به ابتدای سوره. به عنوان مثال ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. اما حالت چهارم وصل بسمله به پایان سوره قبل و قطعش از ابتدای سوره و این حالت نادرسته. به عنوان مثال ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. خلاصه 4 حالت. حالت اول قطع قطع. حالت دوم قطع وصل. حالت سوم وصل وصل و حالت چهارم وصل قطع. موفق باشید.